حامد 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 یک لحظه صبر کن حامد آشازاد تو بودی ببخشید متوجه صدایت نشدیم خیرات خوب باشه که وقتا کجا روان است چند وجه صدایت کردم ببخشی بچه‌ش امروز خودم میگستم فکرم در ترکیه چی شده معلوم میشه زیاد خوش است عبدال کدام گپ است امروز یکی از بهترین روزهای زندگیم است چی شده بگو دیگه از ساکس هاوس تماس گفتن ویزای تحصیلی ترکیه تایید شده واقعا خیلی عالی است تبریک باشه تشکر راستش اول فکر میکردم که تحصیل در خارج از کشور بسیار سخت باشه اما وقتی مسیر درست را پیدا کنی و از جای درست مشوره بگیری تمام کار آسان میشه ای کاش زودتر میفهمیدم تحصیل ترکیه آرزویم است هنوزم دیر نشده بیا که یک جای بریم دفترشان شهر نو پارک تاور منزل سیوم هستم خوب بیا بریم